از اینکه بقیه بدن منو توی باشگاه ببینن میترسیدم. چالش ترس روز اول. از اینکه تازه میخواستم باشگاه رو شروع کنم و بقیه ممکنه منو قضاوت بکنن و بگن چرا بدنش ایدئال نیست میترسیدم. گفتم که اگه قرار بی‌نقص باشم که هیچ وقت من باشگاه رو شروع نمیکنم. پس رفتم باشگاه و یه هدفون گذاشتم و بدون توجه به بقیه تمرینم رو انجام دادم. روزهای متمادی این کار رو انجام دادم. بعد از چند روز این چیزا برام عادی شد و دیدم حتی هیچ کس بهم هیچ اهمیتی نمیده که اصلا من چیکار میکنم، من بدنم چجوریه و هر کسی تو دنیای خودش غرق بود، غرق در کار خودش بود و غرق در تمرین خودش بود. امروز یاد گرفتم که با یکی از ترسام روبرو بشم. آخر هر تمرینی یه حس غرور فوق‌العاده داشتم، نه از اینکه بدنم خوب شده، از اینکه تونسته بودم با ترسم روبرو بشم. و یاد گرفتم تنها کسی که باید خودم رو باهاش مقایسه کنم گذشته خودمه، نه بقیه. روز اول چالش ترس تموم شد. هنوز کلی ترس دیگه دارم که باید ببینمشون.